بهترین مواد غذایی برای مردان چه غذاهایی هستند؟ سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه سری غذاها هستند که به مردا برای حفظ سلامت پروستات و سلامت کلیشون کمک زیادی میکنن. از اونجا که حفاظت از پروستات برای حفظ سلامتی آقایون خیلی مهمه. پروستات چی هست اصلا؟ پروستات غده به اندازه گردو در زیر مثانه آقایون قرار داره. این غده مایع منی تولید میکنه و وجود اون برای تغذیه و انتقال اسپرم لازمه. اگرچه پروستاتیت یا التهاب و تورم پروستات میتونه آقایون رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده، اما در مردان 50 ساله یا مسن‌تر شایع‌تره. از اونجایی که خیلی از آقایون درگیر این مشکلات بزرگ شدن پروستاتن، این میتونه خیلی براشون آزاردهنده باشه یا حتی در موارد نادر منجر به سرطان بشه. ممکنه براتون سوال پیش بیاد برای جلوگیری از بزرگ شدن پروستات چی بخوریم؟ برای کوچیک شدن پروستات چی بخوریم؟ رژیم غذایی شما میتونه بر سلامت پروستات شما، سلامت کلیتون تأثیر بسزایی بذاره. امروز یه سری مواد غذایی رو برای به افزایش سلامت پروستات و سلامت کلی در آقایون معرفی میکنم که کیفیت زندگی بهتر و طول عمر بیشتر رو در آقایون منجر میشه. این غذاهای مفید از 3 جهت مختلف براتون خیلی مفیده. هم میتونن از بروز مشکلات پروستات جلوگیری کنن، در صورت بیماری فعلی در پروستات میتونن اون رو درمان کنن. علاوه بر اون میتونن باعث بهبود سلامت کلی و جنسی و باروری در شما بشن. از جمله بیماری‌های رایج پروستات که مردان در سراسر جهان از اون رنج میبرند، بزرگ شدن پروستات یا BPH که هایپرپلازی خوشخیم پروستات هم نامیده میشه هست. از علائم پروستاتیت هم میشه به احساس درد یا سوزش هنگام ادرار کردن، تکرر ادرار به ویژه در شب، وجود خون در ادرار، درد در ناحیه شکم، کشاله ران و کمر، درد در ناحیه بین کیسه بیضه و راستروده، درد یا ناراحتی آلت تناسلی یا بیضه ها، انزال دردناک و علائم و نشانه‌های آنفلوانزا به خاطر پروستاتیت باکتریایی اشاره کرد. شماره 1 گوجه فرنگی. بعضی از میوه‌ها و سبزیجات از جمله گوجه فرنگی حاوی آنتی اکسیدان قوی به نام لیکوپن هستند. تحقیقات نشون میدن که رژیم غذایی حاوی لیکوپن ممکنه به کاهش خطر ابتلا به پروستاتیت و سرطان پروستات کمک زیادی بکنه. لیکوپن با مهار کردن گیرنده‌های آندروژن در سلول‌های سرطانی پروستات اون رو درمان میکنه. لیکوپن میتونه شدت آسیب سلولی رو کاهش بده و تولید سلول‌های سرطانی رو آهسته کنه. همچنین میتونه از سلامت پروستات حمایت کنه، از سخت شدن شریان‌ها جلوگیری میکنه، باعث جلوگیری از دیابت هم در شما میشه. همچنین از پوکی استخوان هم در سنین بالاتر جلوگیری میکنه. به همین دلیل گوجه فرنگی رو برای افزایش سلامتیتون روزانه میل کنید. مصرف آب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی و گوجه فرنگی پخته شده بهترین راه برای دریافت مقادیر کافی لیکوپن در شما هست. شماره 2 سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی، کلم بروکسل، گل کلم، کلم پیچ و غیره که سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان های ضروری هستند و به کاهش التهاب و حفظ سلامت غده پروستات کمک میکنن. این سبزیجات همچنین حاوی موادی شیمیایی گیاهی هستند که از رشد سلول های سرطانی جلوگیری میکنن. کلم بروکلی حاوی ترکیبات پیچیده بسیاری مثل سولفوروفانه که در کاهش تورم پروستات یا جلوگیری از بروز سلول های سرطانی در پروستات موثر. شماره 3 حبوبات و سویا. حبوبات و سویا حاوی ترکیبات گیاهی فعال بیولوژیکی هستند که به عنوان فیتواستروژن هم شناخته میشن. ایزوفلاون ها یکی از این فیتواستروژن ها هستند. یه بررسی نشون داده افرادی که بیشترین میزان فیتواستروژن ها رو مصرف میکنن نسبت به گروهی که کمترین میزان از این مواد رو مصرف میکنن 20% خطر ابتلا به پروستاتیت، عفونت و سرطان پروستات در اونها کاهش پیدا کرده. مؤسسه ملی سرطان آمریکا اخیراً ارتباط بین مصرف سویا و کاهش سطح آنتیژن اختصاصی پروستات یا PSA رو ذکر کرده. PSA پروتئینیه که توسط پروستات تولید میشه. آزمایش PSA که میزان این آنتیژن در خون شما رو اندازه‌گیری میکنه به عنوان آزمایش غربالگری سرطان پروستات استفاده میشه. شماره 4 انار هست. انار منبع غنی از انواع آنتی اکسیدان ها هست. آنتی اکسیدان ها ممکنه به جلوگیری از بیماری های مزمن مرتبط با استرس اکسیداتیو کمک کنند. تحقیقات مؤسسه ملی سرطان آمریکا نشون داده مصرف منظم آب انار میتونه به حفظ سلامت پروستات کمک زیادی بکنه. همچنین انار سرشار از ویتامین ای هست و تحقیقات بسیاری نشون داده ویتامین ای تاثیر زیادی در پیشگیری و مقابله با سلول های سرطانی پروستات داره. شماره 5 چربی‌های سالم. بدن شما برای عملکرد مناسب به چربی‌های سالم نیاز داره، اما همه چربی‌ها برای سلامتی مفید نیستن.
بعضی از چربی‌ها برای سلامت غده پروستات فواید زیادی دارند، از جمله روغن زیتون، روغن‌های گیاهی و اسیدهای چرب امگا 3 که در ماهی‌هایی مثل سالمون وجود داره. کاهش مصرف چربی‌های اشباع شده که در محصولات حیوانی مثل لبنیات، گوشت قرمز و کره و غیره وجود داره، میتونه خطر ابتلا به سرطان پروستات رو در شما کاهش بده. چندین بررسی هم گزارش دادن که بین مصرف بیشتر چربی امگا 3 و خطر کمتر ابتلا به سرطان پروستات و مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات ارتباط وجود داره. ماهی‌های چرب مثل سالمون، شاهماهی، ماهی خالمخالی و قزلالا و ساردین از منابع غنی این اسید چرب ضروری هستند. شماره 6 سیر و پیاز. مطالعات جدیدی که رژیم غذایی مردان مبتلا به هایپرپلازی خوشخیم پروستات و مردای سالم مورد بررسی قرار داده نشون میده که احتمال ابتلا به هایپرپلازی خوشخیم پروستات در مردانی که در هفته 4 بار یا بیشتر پیاز میخوردن حدوداً 59% کمتر از مردایی که در رژیم غذاییشون از پیاز استفاده نمیکردند. همچنین در این بررسی ها مشخص شد که مصرف سیر هم میتونه در پیشگیری از ابتلا به هایپرپلازی خوشخیم پروستات نقش مهمی داشته باشه، به طوری که مصرف سیر شانس ابتلا به این بیماری رو حدوداً 28% کاهش میده. همچنین سیر حاوی آلیسینه و آلیسین یه ماده دارویی فعال در سیر هست که محصول خواص ضد باکتریایی اون هست. آلیسین به پیشگیری و درمان پروستاتیت و BPH کمک میکنه. شما میتونید ویدیوهای ما رو در مورد سیر و پیاز هم تماشا کنید. شماره 8 مرکبات. پرتقال، لیمو ترش و گریپ فروت سرشار از ویتامین C هستند که مصرف اونها به محافظت از غده پروستات کمک میکنه. ویتامین C جایگزینی برای آنتی بیوتیکه و برای درمان پروستاتیت مناسبه. ویتامین C میتونه باعث درمان عفونت‌ها بدون کشتن باکتری‌های مفید بدن شما بشه. ویتامین C یه حامی قوی برای سیستم ایمنی بدنتونه و با عفونت‌هایی که میتونه باعث پروستاتیت بشه مبارزه کنه. ویتامین C از بروز پروستاتیت و BPH جلوگیری میکنه که میتونید اون رو از طریق مرکبات یا مکمل‌ها دریافت کنید. شماره 9 تخم کتان و آجین که سرشار از موادی همچون فیبر، اسیدهای چرب امگا 3 و آنتی اکسیدانن که به سلامت قلب و عروق کمک میکنن. بعضی از مطالعات نشون میدن که تخم کتان دارای خواص ضد سرطانی هم هست که ممکنه به حفاظت در برابر سرطان پروستات هم به شما کمک کنه. انواع آجیل سرشار از مواد معدنی روی هستند. این ماده معدنی کمیاب تصور میشه که به تعادل هورمون تستوسترون و دی هیدروتستوسترون یا DHT کمک میکنه، هورمون هایی که در بروز سرطان پروستات موثر هستند. شماره 10 ویتامین D. ویتامین D جزء ویتامین های مفید برای پروستات. طبق آمار مردایی که با کمبود ویتامین D در بدنشون مواجه هستند نسبت به سایرین بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار میگیرند. مردم به خاطر اینکه کمتر در معرض نور آفتاب قرار میگیرند به مراتب با کمبود این ویتامین مواجه هستند. از مواد غذایی که ویتامین دی دارن در برنامه غذاییتون مصرف کنید. این ویتامین در شیر، ماهی، تخم مرغ و قارچ و روغن ماهی یافت میشه. در صورت امکان روزی نیم ساعت در معرض مستقیم نور خورشید قرار بگیرید. داشتن یه رژیم غذایی سالم و مناسب میتونه کمک زیادی به حفظ سلامت غده پروستات شما بکنه. اگرچه بعضی از عوامل مثل داشتن زمینه ژنتیکی برای بیماری‌های مرتبط با پروستات خارج از کنترل ما هستند، اما انتخاب یک سبک زندگی سالم میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های غده پروستات رو کاهش بده و سلامت کلی شما رو بهبود ببخشه. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. سابسکرایب و فعال کردن زنگوله و لایک و کامنت هم فراموش نکنید. به امید دیدار. خدا نگهدار.